بیا 3 نفر اول تاریخ رو بهت معرفی کنم که باعث شدن آدمای زیادی کشته بشن. نفر اول مائوزدونگ، رهبر چین که هدفش صنعتی سازی سریع بود که باعث قحطی توی چین شد و این باعث شد 40 تا 60 میلیون آدم کشته بشن. نفر دوم ژوزف استالین، رهبر اتحاد جماهیر شوروی که قحطی اوکراین رو به وجود آورد که میلیون‌ها کشته داشت و یک پاکسازی بزرگ راه انداخت که مخالفان سیاسی نظامی و حتی مردم عادی رو اعدام یا به اردوگاه کار فرستاد. و سیاست‌های سختگیرانه و اجبار صنعتی سازی هم باعث مرگ زیادی شد که باعث شد در کل حدود 20 تا 30 میلیون نفر کشته بشن. نفر سوم آدولف هیتلر که جنگ جهانی دوم رو به راه انداخت که این جنگ حدود 50 تا 85 میلیون نفر کشته داشت و خود هیتلر مستقیم مسئول مرگ حدود 17 میلیون تا 20 میلیون نفر شناخته میشه. لایک و ساب کن عشق داداش.